با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان و همراهان گرامی کانال آسان کریپتو. ضمن عرض تبریک سال نو به همه شما دوستان و همراهان گرامی و آرزوی موفقیت در سال جاری. تشکر میکنم از اون دوستانی که ویدیوهای ما رو تا انتها نگاه میکنن و سابسکرایبر کانال ما هستن. امیدوارم که در این کانال با همکاری شما و همدلی شما بتونیم روش‌های کسب درآمد کاملا واقعی و عالی رو با هم تجربه کنیم و این حمایت شما هستش که به من انگیزه بیشتر در انجام این کار خواهد داد. خب ما تو این ویدیو قرار رو بر این گذاشتیم که یک مروری بر روش‌های کسب درآمدی که تا الان توی کانال معرفی کردیم داشته باشیم و اگر آپدیتی یا مسئله جدیدی هر یک از اونها داره با شما به اشتراک بگذارید. هیپو گنگ رو میخوام در موردش صحبت کنم. دوستان این ایردراپ در 12 مارس کلایم داشت که متاسفانه من خودم فراموش کردم کلایم کنم، اما مسئله ای که هست اینه که آخرین اطلاعیه که زده نوشته 2288 نفر کلایم کردن و 90% اونهایی که تو ایردراپ شرکت کردن مثل من کلایم نکردن و در ادامه گفته که این هولدینگ یا نگه داشتن ایردراپ به حساب میاد و باعث میشه که ارزش ایردراپ ها یا توکن هایی که دارن بسیار بالا بره و نه تنها ضرر کردن بلکه در مرور زمان سود بیشتری هم خواهند کرد. خب این ایردراپ رو ما در یک ویدیو کامل توضیح دادیم، روش کسب توکن و انجام وظایفش رو. سیزن 2 بود اونی که گذشت، در حال حاضر سیزن 3 اومده که شما اگر وارد کانال اطلاع رسانیش بشین اینجا با زدن کلایم ناو وارد سیزن 3 این ایردراپ خواهید شد که در ویدیوهای بعدی من در رابطه با اون به صورت اختصاصی صحبت خواهم کرد. خدمتتون ایردراپ بازیت هست که ایردراپ بسیار عالی هست. تیم اکسمپایر پشت این ایردراپ هست، ما قبلا هم در رابطه با اون صحبت کردیم و خب چیز خاصی نداره که ما بخوایم اضافه کنیم بهش، فقط میخوایم یک مرور کوچیک در رابطه با اون داشته باشیم. خب این ایردراپ بسیار ایردراپ قدرتمندی هست و آینده دار هست. دوستان ما تو کانال فقط ایردراپ های ارزشمند رو به شما معرفی میکنیم، منتظریم تا باز بشه. خب همونطور که میدونید توی این ایردراپ چیزی که بسیار مهم هست داشتن تیکت سبز هست که شما این تیکت های سبز رو به چند روش میتونید به دست بیارید تا بتونید این سوال هایی که به شما گفته میشه رو یکی یکی جواب بدید و امتیازش که توکن بازیت هست رو کسب کنید. میبینید که من 536,000 تا توکن رو تا الان کسب کردم. خب تیکت سبز گاهی اوقات در این قسمت پی اوت یک سری وظایف به شما میده که به همراه توکن بازی تیکت سبز هم چند تا داده میشه و با اون تیکت های سبز شما میتونید که اینا رو حل کنید، یا شما میتونید از طریق خریداری تیکت سبز در این ایردراپ تهیه کنید که اینجا ببینید 3 روش برای به دست آوردن تیکت سبز معرفی کرده. روش اول گفته که بله، روش اول پاسخ دادن به بعضی سوالات در قسمت پی اوت هست، همون که اول گفتم خدمتتون. روش دوم با دعوت دوستان هست، شما با هر دعوت موفق که طرف بیاد وظایف رو انجام بده، اگر فقط رو لینک که شما بزنه برای شما تیکت سبز نخواهد اومد. و خریدن تیکت سبز که گفته به 2 روش، دادن استارز برای تلگرام پریمیوم و خریدن از طریق تون، ارز تون باید بدین و بخرید که این کارو ما پیشنهاد نمیدیم. خب تیکت سبز میگیرید و میایید اینا رو یکی یکی حل میکنید. چیز دیگه ای نداره که من در مورد این ایردراپ توضیح بدم، فقط خواستم یک سری توضیحات تکمیلی داده باشم. ایردراپ زو اگه یادتون باشه ایردراپ پر سر صدایی بود و ما اون رو بسیار جدی انجام دادیم و خدا رو شکر تونستیم برداشت کنیم. بله کلام از فینیش. و خب همونجور که میبینید من 62539 تا از این ایردراپ رو تونستم به کیف پولم در تون کیپر انتقال بدم و برداشت زدم. اونم الان میخوام بهتون نشون بدم. خب ببینید این کیف پول تون کیپر من هست و 62539 تا توکن زو برداشت زدم که نوشته آن وریفاید توکن، یعنی هنوز وریفای کامل نشده و قیمت گذاری هنوز نشده. مطمئن باشید که قیمت بسیار خوبی خواهد گرفت، احتمالاً $1000 بشه هر توکنش، که اگه در اینجوری باشه در این صورت من $62 از این ایردراپ تونستم به دست بیارم. رو خیلی دیر متوجه شدم. خب بریم سراغ بقیه موارد. ما به شما ایردراپ ماوس رو معرفی کردیم، ایردراپ ماوس یا موش که همچنان باقیه، ایردراپ پر سر صدایی. این ایردراپ رو حتما جدی بگیرید و همه مراحل و کاراشو انجام بدید. 2 قسمت روزانه داره که میتونید این ایردراپ رو کامل پیش برید و به دست برید. یک این قسمت هست که روزی 100 عدد توکن بهتون میده که من الان کلایم کردم نمیشه
برداشت داشته باشیم. و قسمت دوم، قسمت روزانه‌اش این قسمت هست که پلی نوشته. شما این پلی رو که بزنید اینجا 4 تا 16 تا شکل پنیر مختلف داده که شما این رو نمیتونید خودتون حل کنید. دقت داشته باشید که باید توی قسمت سرچ تلگرام اینجا بزنید، این کلمه رو بزنید، کامبوی ماوس رو که بزنید، کانال هایی که به شما رمز هر روز رو به شما میگه تا دقیقاً مثل خودش بزنید و روزانه 1000 تا توکن ماوس رو برداشت کنید رو به شما آموزش میده، میتونید بزنید. و این یکی از نکات بسیار مهم برای اعتراف ماوس بود که من می‌خواستم به شما آموزش بدم تا بتونید به راحتی هر روز توکن دریافت کنید. و سایر وظایفی که از شما ممکنه انجام یک سری ایردراپ ها و ربات ها رو بخواد که اونها رو میتونید انجام بدید و تا میتونید رفرال بگیرید. ایردراپ بعدی که ما به شما معرفی کردیم، من الان ایردراپ روکو هست که این هم با قدرت داره مسیر خودش رو جلو میره. یه سری نکات داره این ایردراپ که حتما باید براتون بگم. این پیام های ابتدایی رو حتما دقت داشته باشید که چی میگه. بعد از اینکه شما یه مدت کار کردین، اینجا یک سقفی داره این ایردراپ که با پر کردن اون سقف این نوار سبز هی میاد و پر میشه. از اینکه پر شد، این شخصیت حالا نوزاد دایناسور هرچیه از شکلی به شکل دیگر رشد میکنه و بزرگتر میشه. اونجا شما کافی که قسمت روی ببینید، روی همین قسمت که فلش الان هستش یک کلمه هلپ می میاد، یعنی به من کمک کن. این رو که بزنید اونجا گفته که روی این حساب شکل انیمیشنی کلیک کن تا رشد میکنه و یه مقدار بزرگتر میشه. شما هر چقدر بتونید این شخصیت انیمیشنی رو رشد بدین، خب در کسب ایردراپ به شما کمک بیشتری خواهد کرد. خب این هم به قوت داره جلو میره. شما کافیه که از این قسمت بگ که به معنی کیف پول هست بیاین و با امتیازاتی که به دست میارید اینجا، با رکوهایی که به دست میارید، که کیف پول های قدرتمندتری رو برای خودتون تهیه کنید. ببینید من در ابتدا خب از این معمولیا برای خودم خریداری کرده بودم. قسمت شاپ رو که بزنید ببینید اینجا در حساب قسمت بیسیک یا ابتداییش ارزون ترین حالت روکو به حساب ماینر روکویی که هست 4000 روکو هست. این رو شما میتونید 10 تا 100 تا خریداری کنید. من الان 10 تا از این خریداری کردم. وقتی که قدرتتون به حدی رسید که روکو به اندازه 100,000 رسید، بعد میتونید یک ماینر قدرتمندتر تهیه کنید که من الان این کارو انجام دادم و روزانه برای شما 10,000 روکو براتون ماین میکنه که این رو هم میتونید به تعداد زیاد داشته باشید. همونجوری که میبینید من یک دونه ماینر 10,000 روکویی تهیه کردم و 10 تا ماینر 4000 روکو و یک دونه هم خریداری کردم با تقریبا 1/10 تن که اینو هم تو قسمت شاپ اگه بخوایم بدونید کجاست ببینید این فکر میکنم تو همون قسمت پاورفول بود که من چون خریدم دیگه. اجازه بدین. بله مثل اینکه تو همین جا بوده و الان دیگه نیستش. اون ماینری که شکل کلاه به حساب نقابدار هست رو باید شما خریداری کنید. شما توی این ایردراپ ها حداقل هزینه رو باید داشته باشید تا به شما توکن بده. ببینید الان اینجا ما میتونیم این ایردراپ به حساب این ماینر رو هم خریداری کنیم که روزانه 750 روکو به ما میده. خب 15 صدم تن هست. اینو هم میشه خریداری کرد که من خب چون قبلا این کارو کردم تو قسمت بگ ببینید من یک دونه خریداری کردم. البته فکر میکنم اگه الان بریم روش بازم بشه بخرم. خب ببین این جایزه‌ای هست که از خرید من به دست میاد. این دوستان اینجا من تونستم قدرت بیشتری در این خب you have already claimed this gift. خب ببین چقدر خوب شد. من با گرفتن یک ماینر 1/10 تنی بعد یک مدت که ماین کرد تونستم یک ماینر 100,000 روکویی دیگه هم به صورت جایزه به دست بیارم که اینجا من الان با قدرت بیشتری ماین میتونم داشته باشم و کافیه که روزانه بیام و این کالکتت ها رو بزنم. توجه داشته باشید که اگر بیش از 40,000 تا روکو بشه ممکنه سوخت بشه توکناتون. اینجا هم اگر بیش از 1000 تا بشه خب تک تک اینا رو میتونم کالکت بزنم و بیاد به حساب اصلیم بشینه. ببینید الان اینجا این کالکت رو میزنم و اینجا هم این کالکت رو میزنم. الان 86,000 تا بود شد 89,000 تا روکو. این ایردراپ روکو بسیار عالی هست. قسمت‌های مختلف داره. یک ایردراپ بسیار پر رمز و راز هست که میتونید از قسمت‌های مختلف اون شما توکن کسب کنید. خب میایم بیرون از این ایردراپ. ایردراپ آخری که من به شما معرفی کردم و بسیار هم پرطرفدار هست دوستان، این ایردراپ رو اصلا شوخی نگیرید. ایردراپ AIX هست. ببینید دوستان AIX هش
این ایردراپ جوایز بسیار ارزنده ای رو داره در حال حاضر میده. ببینید اینجا اوپن رو بزنید، من اینو قبلا به شما توضیح دادم، الان میخوام دوباره براتون کامل باز کنم این ایردراپ رو. خب این به حساب روزانه شما میتونید ایردراپ AIX رو که یک ایردراپ مربوط به ارز دیجیتال هوش مصنوعی میشه رو میتونید روزانه ماین کنید که قیمت 1.5 سنت رو داره. قبلا اینا رو تو ویدیوی مختص خودش گفتم بهتون. و حالا با انجام وظایف میتونید بیاین و انرژی زیادی کسب کنید تا بتونید با قدرت بیشتری ماین کنید. اینجا قسمت انجام وظایفش هست و ببین اینا رو میتونید انجام بدین، کسب انرژی کنید و فقط کافی یک کلیک کنید روش. من این پایینی رو کلیک کردم، حتی این چیزی که معرفی میکنه رو لازم نیست استارت کنید، کنسل رو میزنید میایید بیرون. اون 2000 انرژی که گفته بود به من داد، من اشتباهی بیرون اومدم از ایردراپ. 5000 تا انرژی داشتم، الان شد 7000 تا. کافیه که این استارت ماینینگ رو بزنم تا برای من ماین کنه. این از این دوستان یه قسمت بسیار عالی جدیداً به این ایردراپ اضافه شده که این رو هم من به عنوان آپدیت این ایردراپ باید به شما بگم و اون هم وین 5000 تن فریدوم هست. این دوستان این رو دقت داشته باشید، این بسیار عالی است. با دعوت هر یکی از دوستاتون شما 2 تا شانس برای چرخوندن این گردونه دارید. این گردونه این ایردراپ کاملا واقعی هست، جوایزش واقعی هست دوستان. خب کافیه که اینجا وقتی که شما یه نفر دعوت میکنید اینجا 2 تایمز یا 2 بار به شما اجازه چرخوندن گردونه رو میده و میچرخونید و اگر جایزتون تون بشه، این حالا 1 تن یا 50 تن یا هر چند تن بشه، میاد روی بالانستون این بالا میشینه و شما میتونید ویدرا بزنید، به کیف پولتون برداشت بزنید. که من حالا کانالش به شما نشون میدم، کانال اطلاع رسونیش که خیلی تونستن برداشت بزنن. اگر نده به شما خود ارز AIX رو میده، هش میده، هش قدرت ماین بهتون میده. بسیار عالی هست دوستان و با دعوت دوستانتون لولتون هم به همین شکل بالا میره. این دوستان نوشته 21 از 100. یعنی اگر من دوستامو دعوت کنم به طوری که جوایزی که من از این گردونه میتونم دریافت کنم با هر دور چرخوندن باعث بشه که پروسه گرفتن جایزه من از اینجا تا اینجا پر بشه، من میرم به لول بعدی. الان من در لول 0 هستم و با رسیدن به لول 10 ببینید گفته برسید به لول 10 تا شانس برنده شدن 1000 تن رو داشته باشید. خب ببینید در آخرین اطلاعیه که این ایردراپ داده چی گفته. این گفته که اینجا رو ببینید، اینجا قبل از آخری گفته تبریک میگیم به اون کسی که موفق شد 50 تن برنده بشه در این گردونه، قبل از اینکه حتی 10 تا فرندش رو دعوت کنه به این ایردراپ. خب گفته قوانین رو رعایت کنید تا جوایز خوبی دریافت کنید. اینجور ایردراپ ها به قوانین خیلی حساس هستن و اینجا یک نمونه از جدول جوایزی که به کاربراش داده شما میتونید ببینید. خب این ایردراپ رو بسیار جدی بگیرید که جایزه های خوب، حالا من در ویدیوهای بعدی باز جایزه هایی که از این ایردراپ گرفتم رو میتونم بهتون نشون بدم. اینجا این آخرین اطلاعیه گفته ما 14 روز دیگه به شما فرصت میدیم که بتونید خودتون رو به لول های بالاتر برسونید و از جوایز این ایردراپ بهره مند بشید. بعد از اون هم شما میتونید توکن AIX رو دریافت کنید. این هم در رابطه با AIX و آخرین مورد هم ایردراپ لیون بود که اگه یادتون باشه در آخرین ویدیو به شما معرفی کردیم. این ایردراپ هم به قوت داره جلو میره و بسیار ایردراپ قدرتمندی است و تیم قوی پشتش هستش. ببینید توجه داشته باشید این AIX همونجوری که دارم با شما صحبت میکنم داره ماین میکنه، یعنی به این راحتی شما میتونید از اون بهره مند بشید. خب ما منتظریم باز بشه. امروز یکم اینترنت ها داغونه. خب ایردراپ لیون کینگ لیون سیندیکیت بود که این در ابتدای ورود به شما یک جایزه توکن روزانه میده که میتونید کلایم کنید و وارد بازی بشید. خب این ایردراپ هم بسیار عالی هست، همونجوری که قبلا گفتم تپ میکنید روش و با این گرفتن سطلی که در دست این شخصیت هست میتونید مراحل رو جلو برید. خب من حالا تو این بازی کوتاه 180 تا گرفتم و همینجور که میبینید توکنای من این بالا جمع آوری میشه و با انجام دادن یک سری کوست یا درخواستی که این ایردراپ از ما داره یک سری پوینت یا توکن به ما میده که میتونیم بیایم ببینیم اینا رو همه رو میتونیم انجام بدیم. بیایم و با اون شخصیت های مختلف رو برای خودمون تهیه کنیم یا در قسمت شاپ این پایین ببینید شاپ اینجا میتونیم قدرت های خودمون رو در بازی افزایش بدیم. مثلا این مورد اول خب مکس لایف نوشته، یعنی شما رو قلب های شما رو محکمتر و قوی‌تر کنه و ممکنه مثلا با یک بار افتادن توکن از دستتون قلبتون از دست ندید. اینجا نوشته سیو لایف،
این هم باز در ماندگاریتون در بازی کمک بیشتری خواهد کرد. اینجا گفته که سرعت بازی رو 50% کاهش میده. این باعث میشه شما راحت‌تر بتونید بازی کنید. و مورد آخر گفته دودج بمب، فکر میکنم که این هم شما رو در برابر بمب مقاوم میکنه. و مورد آخر هم ضریب 2 کوین هایی که دریافت میکنید هست. و همین شکل این رو هم ادامه بدید و تا میتونید رفرال یا زیر مجموعه بگیرید تا از این ایردراپ هم بتونید توکن خوبی دریافت کنید. و خب ببینید من اینجا 2 نفر در حال حاضر با لینک من اومدن که من 100 توکن دریافت کردم. و اگه اون کسی که شما دعوت میکنید تلگرام پریمیوم داشته باشه 200 توکن بهتون میده. این حساب ایردراپ، این ربات قابلیت فیک زدن هم داره. شما میتونید به صورت فیک رفرال بگیرید که من توصیه نمیکنم، ولی خب اگه بزنید موردی پیش نمیاد و اینجا امتیازات و توکن های بیشتری دریافت کنید. امیدوارم که این ویدیو کاربردی بوده باشه براتون و بتونید در بازی ها و ربات هایی که بهتون معرفی میکنم موفق تر عمل کنید. ایردراپ های بسیار ارزشمند دیگه در راه هستش، ویدیوهای کسب درآمد عالی و مطمئن. البته نگفته نموند که یکی از اون ویدیوهایی که ما معرفی کردیم متاسفانه اسکم از آب در اومد و ما چون مرور داریم انجام میدیم نباید ازش گذری رد شیم و اون هم سایت ماین دوج بود که من قبلا به شما معرفی کردم. البته همونجا یادم میاد که بهتون گفتم یک تاریخی دارن اینا، بعد یک مدت سایت بسته میشه که متاسفانه خود من قبل از که برداشت بزنم این سایت بسته شد. پس این ویدیو بعد از این اسکم هست و شما لازم نیست که کارهای اون رو انجام بدید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.